درود. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 11 اوگوست است و من طاهر سفر در خدمت شما. نخست سرخط چند خبر. دادگاه ولایت سوخت حکم رکتور دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. پرونده‌ای که مقامات آن را پنهان می داشتند و نمی گفتند چرا رکتور دستگیر شده است. رکتور دانشگاه ماسکو برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فاکولته برای به وظیفه تعیین کردن گماندار گذاشته. 36 سوال درباره زبان و 36 سوال درباره قانون و قاعده‌های روسیه. فهرست سوال‌های نو از امتحان زبان روسیه برای داوطلبان شهروندی روسیه را اعلام کردند. قرار طالبان برای ستانیدن باج ترانزیتی از انگشت صادراتی تاجیکستان حکومت را مجبور کرد فروش انگشت به پاکستان را سخت کاهش دهد. تا $40 سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری می‌کردیم. دادگاه ولایت سوخت حکم‌های پرسر و صدای رکتور و یک استاد دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. در نشست خبری دادگاه گفتند که هر دو پرونده با همدیگر پیوند دارند. پرونده دو دانشمند و یک هم پروفسور از بهار امسال سری زبان‌ها بود، ولی مقامات سعی می‌کردند جزئیات آن بر رسانه‌ها راه نیابد. فرزان محمدی که از اول این موضوعها را پیگیری داشت از خوجند و با تفصیلات نو گزارش می‌دهد. از جانب رکتور شکایت پیشنهاد شده است. در نشست خبری دادگاه‌های ولایت سوخت آخر هفته گذشته بعضی جزئیات بازداشت و زندانی شدن دو منصبدار دانشگاه خوجند آشکار گردید. دلاور میرزا حامدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند گفت که طبق حکم مرحله اول از 26 ایون رکتور دانشگاه خوجند ایوب عثمانزاده 7 سال زندانی شده است. همچنین از حق کار در مؤسسه‌های تعلیمی به مدت 5 سال محروم گردیده است. ولی رئیس دادگاه این را هم علاوه کرد که احتمال بازبینی حکم وجود دارد. حکم سود اعتبار قانونی پیدا نکرده است. در صورت که اگر پرونده با شبهه کساتونی به سود ولایت سوخت کرده شود مورد بررسی در مرحله کساتونی قرار گیرد، حکم اعتبار قانونی پیدا می‌کند. میرزا حامدزاده همچنین افزود که جرم اساسی مدیر دانشگاه گرفتن رشوه بزرگ است. معلوم نیست این پروفسور تاجیک از کی و چقدر پاره گرفته است، ولی تنها یک حالتش با اجرا کننده مدیر فاکولته کیمیا و بیولوژی همین دانشگاه پرویز پولادی پیوندی داشته است. در نشست خبری گفته شد که محض با شکایت همین استاد دانشگاه رکتور را بازداشت کردند. رکتور دانشگاه ماسکو برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فاکولته برای به وظیفه تعیین کردن گماندار گذاشته. ولی پیش از حکم 7 سال حبس رکتور همین دادگاه روز 13 ایون پرویز پولادی را به 17 سال زندان محکوم نموده بود. جرم او نیز رشوه‌ستانی و جنایت‌های اخلاقی گفته می‌شد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته، پولادی در بازداشتگاه شهر خوجند به طور مرموز فوتید. به پیوندان او گفتند که فشارش بلند شده، دلش از کار مانده است. در همین حال از سوی یگان نهاد انتظامی خبری رسمی از این حادثه رسانه‌ای نگردید. نظری وکیل دفاع هر دو استاد دانشگاه به حکمها معلوم نیست، ولی پیوندانشان گفته بودند که برای عدالت مبارزه خواهند برد. این هم در حالی است که رشوه‌ستانی استادان دانشگاه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های طولانی گردیده بود. در این دانشگاه به قول مقامات تنها در سال گذشته تقریباً 50 مورد رشوه‌ستانی آشکار گشته است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسیون در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. آخر هفته گذشته در روسیه نمونه امتحان زبان روسی برای داوطلبان حق شهروندی و یا حق اقامت را معرفی کردند. بر اساس مقررات نو هر خارجی یا مهاجر باید با زبان روسی درست صحبت کرده تواند صرف و نحوی زبان را داند و درباره تاریخ روسیه دانش کافی داشته باشد. از داوطلبان در امتحان باز چه طلب می کنند؟ پاسخ به این سوالها در گزارش مولا رجب یوسفی.
در سامانه انستیتوت فدرالی چینک و یا معیارهای پداگوژی روسیه نمونه امتحان خارجیان برای گرفتن شهروندی این کشور نشر شده است. خبرگزاری اینترفکس با نشر این خبر میگوید که سوالهای چنین امتحان‌ها از مخزن پنهانی این انستیتوت استفاده شده بعد مدت کوتاه عوض خواهند شد. آخر هفته گذشته بر پایه قرار حکومت از 31 ایول طرز امتحان سپاری خارجیان برای دریافت شهروندی روسیه تغییر یافت. همین طریق امتحان زبان روسی برای گرفتن شهروندی روسیه برای خارجیان در شکل خطی و شفاهی و امتحان تاریخ روسیه تنها خطی گذرانده می شود. امتحان زبان روسی که طبق نقشه باید 90 دقیقه ادامه کند، از 35 سپارش مربوط به گفتار و مکالمه با روسی، میزان فهمیش نطق روسی، خوانش متن روسی داوطلب شهروندی، نوشتار، صرف و نحو و ذخیره لغوی یعنی لکسیک می باشند. اینترفکس می نویسد امکان دارد از داوطلب خواهش شود که مکالمه هنگام زیارت از شفاخانه و یا عریضه برای قبول به کار نوشته شود. همچنان امکان دارد که سپارش ها از خواندن و شرح دادن اعلان و یا حتی نوشتن دعوتنامه دوستان به توی عروسی باشد. امتحان تاریخ باشد پر خطی بوده از 18 سوال مربوط به تاریخ روسیه و 18 سوال درباره قانون اساسی، معیارهای زیست و حقوق کار، ورود و خروج از روسیه و دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. و در ادامه همین خبر یکی از روحانیان بلندپایه روسیه با بیانیه به ازید مهاجران گفته است حل کردن مشکلات اقتصادی با آوردن مهاجران به روسیه کاری درسته نیست. گریگوری واسکریسینسکی اسقف کلیسای شهر مسکو روز 10 اوگوست در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفته است شماره مهاجران تا رفت زیاد می شود و البته آنها با دعوت کسانی می آیند که می خواهند مشکلات اقتصادی خود را حل کنند. روحانی کلیسای پروسلاوی روسیه تعدادی از مهاجران را به آن متهم کرده است که بر رسم و آیین‌های دینی و فرهنگی روسیه احترام نمی‌گذارند، جنایت‌های زیاد می‌کنند و نمی‌گذارند که مردم ته‌جایی آرامانه زندگی کند. این در حالی است که بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه سطح جنایت در بین مهاجران بسیار کم است. در روسیه مهاجرستیزی در 1.5 سال گذشته اوج گرفت و منصبداران در رسانه‌های دولتی و مستقل مهاجران را یک سبب اساسی مصیبت و مشکلات در جامعه خود می‌نامند و به خلاص شدن از آنها دعوت می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند دامن زدن مسئله مهاجران یک تلاش حکومت و مقامات روسیه برای دور کردن افکار عموم از مشکلات اقتصادی زیاد، نارضایتی از جنگ در اوکراین است، اگرچه خود مقامات هم بسیار خوب می‌دانند که اقتصاد روسیه و نیروی کاری ارزان مهاجران سخت احتیاج دارد. روز یکشنبه گروهی از کشورهای اروپای شرقی و ساحل بالتیک با نشر یک بیانیه رسمی گفتند که مذاکرات درباره پایان جنگ بین روسیه و اوکراین باید تنها در صورت سازش آتش بس صورت بگیرد. اظهارات مذکور در حالی است که معاون دونالد ترامپ گفت ممکن است سازش پیشنهادی صلح نه اوکراین را راضی نگه دارد و نه روسیه را. کایو مارسیاتا گزارش می‌دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که گفت و شنیدی بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالباً هیچ یکی از طرفها را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت. ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی ها و روس ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این راه هیچ کس را نچندان راضی می کند، ولی در نهایت روس ها و اوکراینی ها غالبا از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 اوگوست در ایالت آلیاسکا با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو می کند.
او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتشبسی که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی کند و اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمی دهند. جیمز دیوید وانس همچنین گفت که امریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار می کند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک منصبدار کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت مذاکرات دو جانبه را برنامه ریزی می کند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپی ما را بگیرید. یک طلب گروه طالبان از تاجیکستان سبب شده است که فروش انگشت از کشور به افغانستان و پاکستان تا صدها هزار تن کاهش یابد. قبلا تاجیکستان بازار همسایه کشور و پاکستانی محتاج مواد سوخت را با انگشت زیاد تأمین میکرد، ولی حالا چنین نیست. چرا؟ گزارشی برات یوسفی و ارشاد سلیمانی در همین باره است. تعرفه طالبان سبب شد که تاجیکستان یک بازار مهم صادرات انگشت را از دست دهد. این خبر را شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان، در جمع خبرنگاران اعلام کرد. از همه زیادتر سال 22 تقریبا 371,000 تن انگشت صادرات کرده شده بود که اصلا با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان روانه کرده شده بود. حکومت طالبان بعضی نمودی مکانیزم های تعریفی را جاری کردند که یک تعریفی ترانزیتی وارد کردند که صادرات انگشت رو خیلی با ما مشکل گرداند. تا $40 سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری میکردیم. همین تعرفه طالبان سبب شده است که صادرات انگشت از 371,000 تن سال 2022 به 153,000 تن در سال 2023 کاهش یافت. همچنین استحصال انگشت بر اثر این تعرفه طالبان 300,000 تن کاهش یافته است. این مقررات طالبان تاجیکستان را مجبور کرده است که از بازارها در جنوب آسیا دست کشیده به بازارهای آسیای مرکزی رو بیارد. با این نگاه نکرده خوشبختانه حاضر بازار نو، بازار ازبکستان خیلی یک نشاندهی خوب دیده می شود در این نیم ساله. مثلا اگر که در این سال 307,000 تن انگشت در نیم ساله صادرات کرده شد، این همش تقریبا 98% به جمهوری ازبکستان. بازار ازبکستان برای ما خیلی مهم است. حتی در پنجکین دیده می شود که ماشین‌های زیادی با انگشت در اونجا هستند و قسم زیادی انگشتی که به ازبکستان صادرات کرده میشه به منطقه جنوبی که با ما هم سرحد است. این تعرفه طالبان تاکنون بیکار نشده است. وزیر صنعت میگوید حکومت تاجیکستان این مسئله را با طالبان رسما در میان نگذاشته، تنها قسمی از تاجران با ماموران طالبان بعضی راهها را پیدا کردند. در نیم سال 2025 استخراج انگشت به 1,055,000 تن رسیده است که 919,000 تن آن تاکنون به فروش نرفته است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت همکاری‌های پیدا و پنهان با این گروه حاکم در کابل را دارد و در نیمه اول سال 2025 گردش مال و کالا میان دو کشور به بیش از $40 میلیون رسیده است. و شب یک شنبه 10 آگوست زلزله با قدرت 6.1 درجه غربی ترکیه را تکان داد. و گفته مقامات رسمی زمین لرزه ساعت 19:53 به وقت محلی رخ داده در شهرهای استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر در ترکیه احساس شده است. علی یرلیکایا وزیر کارهای داخلی ترکیه اعلام کرد که یک مردی 81 ساله در نتیجه زمین لرزه جان باخته است و 29 کسی دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند زلزله باعث فرو ریختن 16 ساختمان از جمله 4 بنای استقامتی شده است.
اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند و ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. تا دیدار در برنامه های دیگر.